آموزش بخش تبدیل واحد پول در اپلیکیشن آسانه. ابتدا روی گزینه تبدیل واحد پول کلیک کنید. از طریق این بخش می توانید ارزهای خارجی خود را به افغانی و به نرخ‌های روز تبدیل کرده و در کیف پول اپلیکیشن ذخیره نمایید. توجه داشته باشید که این تبدیل ها در ساحات مشخص از طرف پشتیبانی انجام می شود. پس از باز شدن صفحه، در قسمت ارز مبدأ نوع ارزی را که می خواهید به افغانی تبدیل کنید انتخاب کنید. سپس در قسمت مبلغ ارزی مقدار مورد نظر را وارد نمایید و در پایان روی گزینه تبدیل به افغانی کلیک کنید. در مرحله بعد پنجره ای باز می شود که جزئیات کامل تبدیل ارز را نمایش می دهد. با کلیک بر روی گزینه تایید و تبدیل، عملیات شما با موفقیت انجام شده و مبلغ تبدیل شده در کیف پول شما ذخیره می گردد.